کی گفته ناامیدی بده؟ اتفاقاً یه وقتایی خیلی هم به درد آدم میخوره، چون یه جاهایی باید از یه سری چیزها ناامید بشی تا مسیرت رو عوض کنی. یه جاهایی باید از بعضی آدم‌ها دل سرد بشی تا قدر و ارزش خودت رو بفهمی و یه وقتایی هم از یه سری آرزوها دست بکشی تا افق پیش روت وسیع‌تر بشه. ناامید شدن در زمان و مکان درست خصلت خوب آدمای موفقه و مهارتیه که اگه درست و به جا به کار برده بشه قطعاً ما رو به موفقیت میرسونه. سلام عزیزان دلم، به کانال سخن آبی خوش آمدید و در ادامه پندی از حضرت مولانا میشنویم که میگه هله نومید نباشی که تو را یار براند، اگر امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو صبر کن آنجا، سپس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. عزیزان دلم، مولانا در این غزل همه بهانه‌های ناامیدی را از ما بگیرد و متقاعدمان سازد که در هیچ شرایطی دلیلی برای مایوس شدن وجود ندارد. اگر حضرت دوست امروز تو را براند، مطمئن باش که فردا حتما تو را با لطف و مهر فراوان فرا می‌خواند و با یک کرشمه همه جور و جفاها را تلاقی می‌کند. اگر محبوب در خانه را به روی تو بست، تو از او روی بر مگردان، به جای دیگر مرو، همان جا بر در خانه او بنشین و منتظر بمان تا در بر روی تو باز کند. حتی اگر همه درها و راهها را بر روی تو بست، تو صبر پیشه کن و اطمینان داشته باش که او پس از صبر تو را به صدر می‌نشاند و از چاه به جاه میرساند. آنگاه مولانا برای اینکه سختی‌ها و دشواری‌های ناخواسته زندگی را توجیه و تبیین کند، آنها را به اراده حق نسبت می‌دهد. به نظر او در ورای همه این سختی‌ها و رنج‌ها فلسفه عمیقی وجود دارد و آن این است که ناخالصی‌ها و آلودگی‌های وجود انسان از بین بروند و او پاک و پیراسته شود. بنابراین همه قهرها و جورهای خداوند در واقع لطف خفی، مهر پنهان هستند و هدف آنها رشد معنوی و اخلاقی ماست. خب عزیزان دلم، حال از خودمون میپرسیم صدایی که داخل ذهن ماست و همش داره حال منو خراب میکنه، خسته و ناامیدم میکنه نسبت به این زندگی و اجازه نمیده یک قدم از قدم بردارم، از کجا میاد؟ بزرگان ما میگن که این صدا صدای نفسه یا همون صدای شیطان. بیایید اینطوری تصور کنیم که یک موجود خیلی زشت و کوچیکی روی شانه چپت نشسته که همون یکی از سربازهای شیطانه و هر بار که تو میخوای قدمی برداری که به سمت خیر و برکت بری و کارت رو انجام بدی، به خودت و دیگران شادی و عشق بدی، در گوشت میگه فایدهش چیه؟ به چه دردی میخوره؟ حالا که چی؟ مثلا که چی؟ انجامش دادی؟ چی میشه تهش؟ به حرف این شیطانی که روی شانه چپت نشسته گوش نده و هر وقت یه چیزی گفت که حال تو رو بد کرد و فرو ریختی، بلند شو، یه نفس عمیقی بکش و بگو که من به حرف خدا و فرشته شانه راستم گوش میدم که همیشه به من میگه امیدت رو از دست نده، خدا هست، تلاش کن، یک بار دیگه توکل کن، قلبتو پر از عشق کن. یادت باشه خدا همیشه کنار ماست. وقتی که ما به هر این شیطان کوچیک گوش میدیم، خودمون
خودمون رو از خدا دور میکنیم. اصلا میدونی خدا یک کار باحالی میکنه؟ این که وقتی به کسی بیشتر از خودش امید داشته باشی، امید تو رو نسبت به اون ناامید میکنه. میفهمی چی میگم؟ برای هممون پیش آمده. وقتی تو یه نفر رو جایگزین خدا بکنی تو زندگی، یعنی بیشتر از خدا بهش توجه کنی، بیشتر از خدا بهش فکر کنی، بهش اهمیت بدی، خدا تو رو نسبت به اون آدم ناامید میکنه. اون اوایل میگفتم که واسه چی خدا بنده هاش رو این بلاها رو سرش میاره، ولی آروم آروم فهمیدم این آخر لطف خداست، این اند محبت و کرامت و حکمت خداست که تو امیدت رو از بقیه قطع بشه، سیمت وصل بشه به اون منبع اصلی، به اون اصل کاری. اینطوری خیلی لذت بخشه، اینکه هم بفهمی چه اتفاقی داره میفته، هم سیمت وصل بشه به خود خدا. خدایا امید همه ماها فقط و فقط به خودته. امیدمون رو ناامید نکن. خیلی دوستتون دارم. مراقب دلهاتون باشید. دلهاتون پر از آرامش. یا حق.